بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. یکی از وظایف حیاتی و مهم همه ما و مسلمانان هست آن است که دعوت به خیر بدیم مردم را، به راههای درست و به راههای صحیح و آنچه که به خیر و صلاح و نفع مردم هست مردم را دعوت بدیم. یکی از فریضه های حیاتی و مهم دعوت الی الخیر که قبلا انبیاء علیهم السلام برای انجام این وظیفه از جانب الله تعالی مأموریت حاصل می کردند و این وظیفه مهم را انجام می دادند و مردم هم انجام می دادند، ولی هرگاه که فساد جامعه را می گرفت و مشکلات به وجود می آمد الله تعالی انبیاء را مبعوث می کردند و می فرستادند که بیایند مردم را دعوت به خیر بدهند و اصلاحات به وجود بیاورند و معروفات را ترویج بکنند، کارهای خیر را، و از منکرات و معاصی و مفاسد جلوگیری بکنند. ولی بعد از بعثت خاتم النبیین رحمت للعالمین که آخرین نبیان و الله تعالی در نبوت را دیگر ختم کردند، سلسله نبوت را با بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، لہذا این وظیفه را الله تعالی به امت ما محول کرده که امت مسلمه و امت مسلمان، همه مردم مسلمان، زنان مسلمان، مردان مسلمان و همه این وظیفه را انجام بدن که مردم را به خیر دعوت بدن، امر به معروف کار نیک بکنند و مردم را از کارهای زشت باز بدارند و جلوگیری بکنند. خصوصا وظیفه کسانی که اطلاعات بیشتری دارند بیشتر سنگین تر است و قرآن در این آیه که تلاوت شد، قرآن عظیم الشان میگه یک گروهی از شما باشد که اونها روی این مسئله بیشتر فکر کنند، بیشتر توجه کنند و امت را به خیر دعوت بدن، مردم را به خیر دعوت بدن، امر بالمعروف کنند و منکر کنند. و آیه بعدترش می فرماید که همه شما بهترین امت هستید که آخری امت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بهترین امتهای گذشته است، امتهای دنیا است، و لہذا وظیفه شما اینه که شما می فرماید بهترین امت هستید که به خیر مردم شما را الله تعالی آورده، ما را برای خیر مردم، برای نفع مردم الله تعالی آورده که به خیر و نفع مردم فکر کنیم و امر به معروف کنیم، به کار خیر دلالت کنیم و از کار بد جلوگیری کنیم. این وظیفه حیاتی محوری مهمه. اگر این وظیفه انجام بگیرد جامعه اصلاح میشه و اگر امت مسلمان این وظیفه را ترک بکند جامعه به فساد کشیده می شود. و روی این مهم هست حیاتیه که ما بی تفاوت نباشیم از آن چیزی که در جامعه می گذرد، از آنچه که در حال انجام توی جامعه داره شکل میگیره، ما بی تفاوت نباشیم و وظیفه من انجام بدیم
و اگر این وظیفه انجام بگیرد رحمت الله تعالی می آید، دعاها را الله قبول می کنه، مشکلات ها را حل می کند و یاری می کند، نصرت می کنه بندگانش را وقتی که در جهت خیر قدم بردارم. در جهت نفع مردم وقتی من و شما فکر بکنیم الله ما را مدد می کند، الله ما را کمک می کند و نصرت می کنه. وعده الله بر حقا و الله تعالی وعده کرده است که اگر شما این کار انجام بدید من شما را یاری می کنم. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا را یاری برسانید و نصرت کنید، یعنی دین خدا را نصرت بکنید، دین خدا را یاری بکنید، شما را الله نصرت خواهد کرد و قدم های شما را الله تثبیت خواهد کرد. و اگر ما وظیفه من انجام ندیم، فرمودند در حدیث آمده که الله تعالی بر سر شما ظالمین مسلط می کند و شما دعا می کنید و دعای شما اجابت نمی شود، قبول نمی شود. الله می فرمایند که شما وظیفه تون انجام ندادید و هر ملت و امتی که وظیفهش را انجام نده لہذا او دعاش اجابت نمی شود به بارگاه الله تعالی. و قبل از این که الله می فرماید شرایط شما شرایط بدی باشه و به هر حال ظالمین الله سر شما مسلط کنند، شما وظیفه تون انجام بدید، کار دعوت الله را انجام بدید، مردم را دعوت به خیر بدید، بی تفاوت نباشید از آن چیزی که توی جامعه می گذرد، بی تفاوت نباشید، جلوگیری کنید از فساد، از خون ریزی و جلوگیری کنید از گناه، از معاصی، از ظلم و گناه ها جلوگیری کنید. هر کسی به اندازه تواناییش با حکمت جلوگیری بکنید، با دلسوزی جلوگیری بکنید و جامعه را اصلاح کنید. اگر جامعه را شما اصلاح نکردید، تلاش نکردید، کوشش نکردید، شما وظیفه‌تون انجام ندادید و لہذا بس مایه حاصلش اینه که مایه ناراضگی الله تعالی می شود که چرا ما وظیفه را انجام ندادیم و نتیجه اینه که دعاها اجابت نمی شود و دعاها را الله تعالی نمی پذیرد. امام حسین رضی الله تعالی عنه ایام که ایام محرم هستند و قیام امام حسین رضی الله تعالی عنه بر همین اساس بود که امام حسین وقتی دید که مدیریت به دست مدیریت جهان اسلام و قلمرو عالم اسلامی که او زمان بسیار گسترده بود و بسیار یک بخشی از جهان در دست مسلمانان بود، وزیر یک حکومت بودند، زندگی می کردند. وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ به شهادت رسید و حضرت امام حسن رضی الله تعالی فرزند حضرت علی به جای ایشون آمد، اختلاف از زمان شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ در جریان بود و جنگ جمل و صفین در بین مسلمانان گذشته بود. لہذا حضرت امام حسن دعوت کردن به هر حال مذاکره و در نتیجه یک مذاکره تمام قلمرو عالم اسلام را تحویل دادم به معاویه رضی الله تعالی عنه. گفتن نمیخواهم که در میان مسلمانان اختلاف بشه، در حالی که بیشترین حکومت در دست امام حسن بود و روزی آن حضرت بر منبر نشسته بود و پالوی آن حضرت امام حسن بچه بود نشسته بود. آن حضرت صحبت میکردن با مردم، یک نگاهش به مردم بود و نگاه دوم را به امام حسن کرد و گفت که این فرزند من آغاست و شاید به وسیله این فرزند من یک اختلاف بزرگی را
الله تعالی از درمیان امت بردارد. و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده و همون پیشگویی و نظرت شد که ما مثلا گفت که ما نمیخواهیم که اختلاف در بین مسلمانان باشه. معاویه رضی الله تعالی عنه گفت که شما این حکومت اسلامی را اداره کن و نگهداری کن. و اهل بیت در زمان سیدنا ابوبکر قیام نکردن، در زمان سیدنا عمر قیام نکردن، در زمان سیدنا عثمان قیام نکردن. ولی وقتی که دور معاویه آمد و حضرت حسن صلح کرد هم قیام نکردن بعد. ولی بعد از معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که دیدن که حکومت در دست یزید افتاد و یزید جانشین پدرش شد، ناراض شدن روی مسئله. چرا که یزید شایستگی نداشت. یزید حاکم ناتوان بود، مدیر ضعیف بود و نتوانست که جهان اسلام را مدیریت کنه، جهان اسلام را اداره بکنه، عدالت را گسترش بده و عدالت به خطر افتاد، حقوق ضایع شدن. و لحاظا از حسن رضی الله تعالی عنه و بعض دیگر از صحابه هم بیعت نکردن با یزید، او را شایسته ندانست. مردم مدینه بیعت نکردن، مردم مکه که آنجا صحابه بودن بیعت نکردن. و عبدالله بن زبیر در مکه حکومت تشکیل داد و اهل مدینه هم بیعت نکردن و بزرگان اهل مدینه و یزید لشکرکشی به مدینه انجام داد و واقع حرا از تلخترین حادثه های تاریخ و نشانه ظلم یزید و یزیدیان که در مدینه منوره چه جنایات و چه خونریزی های انجام دادند و چقدر صحابه و تابعین و بزرگان و اهل مدینه را به شهادت رسوندند. و لحاظا امام حسین رضی الله تعالی عنه هم قیامش برای همین بود که الان حق و حقوق داره ضایع میشه، عدالت اجرا نمی شود و مدیریت در کشور در قلم روی عالم اسلام در دست مدیران ضعیفه و نمیدانند چگونه حکومت کنند، چگونه کشور را اداره بکنند و احساس خطر کرد. و لحاظا امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد. قیام امام حسین برای قسط بود، برای اجرای عدالت بود، برای احقاق حق بود. و قیام امام حسین رضی الله تعالی عنه برای ملک گیری نبود، برای حکومت نبود. نخواستند که حاکم بشن امام حسین، ولی خواستند که مدیریت از دست مدیر ضعیف خارج بشه و یک انسان شایسته در قلمرو اسلام، عالم اسلام حاکم باشه و عدالت را گسترش بشود. برای اجرای عدالت و انصاف امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد. و متاسفانه حادثه که رخ داد در عاشورا یکی از تلخترین حوادثه. واقع حرا که در مدینه رخ داد یکی از تلخترین حوادثان که در زمان حکومت یزید رخ دادن. و برای بقای حکومت، برای ادامه حکومت خودش، یزید که یک حاکم مستبد بود و یک حاکم خودکامه بود و حاضر نبود مشوره کنه، حاضر نبود با این بزرگان بشینه و خودش را اصلاح کنه، حرف کسی را گوش نکرد، حرف مصلحان و دلسوزان را که در اون زمان فراوان بودن
زیاد بودن او زمانه صدر اسلامه و لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ به قیام فرمودن و یزید متاسفانه برای بقای حکومتش برای ادامه قدرت لہذا دست به ریختن خون امام حسین زد و یزید و یزیدیان طرفداران یزید و جنایتی کردند که جهان اسلام و انسانهای آزاد دنیا اونها را برای این جنایت نمی بخشد تا قیامت و اللہ تعالی اونها را هم بعد از شهادت امام حسین به اشد مجازات گرفتار کرد و یزید حکومتش هم ادامه پیدا نکرد و چند سال بعد یزید در سن جوانی رفت و بالاخره ناکام شد و بالاخره نتوانست حکومت ادامه بده و الله تعالی او را از دنیا بردند و مرد و با این حال که همه مردم او را نفرین کردند و بد و بی راه گفتند که این چه جنایتی که شما انجام دادید به خاطر بقای حکومتتون شما دست به پاکترین خونها زدید و خونه پاک مثل امام حسین و یارانش را ریختید و مورد ملامت و سرزنش همه مسلمانان قرار گرفت و یزید هم ناکام شدند در کارهای خود و از مردند و از دنیا رفتند و این نتیجه سروران گرامی استبداد و ظلم و خودکامگی یزید بود که یزید اگر خود را در اختیار صحابه می گذاشت که حیات داشتن مثل امام حسین مثل عبدالله بن زبیر مثل عبدالله بن عمر مثل جابر رضی اللہ تعالی دیگر صحابه که حیات داشتند بالاخره و مشورت می کرد و حرف گوش می داد یزید با این روزه سیاه گرفتار نمی شد یزید حاضر نشد حرف کسی را بشنود حاضر نشد با کسی بشینه حاضر نشد بگه که من راهنمایی کنید من دل هرچه شما بگید میکنم و من راهنمایی کنید نه خیر او خودش را خود کفا دانست و بی نیاز دانست از رای صحابه و تربیت یافتگان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مسلمانان بزرگ و انسانهای آزاده او زمانه و نتیجهش آخر پشیمانی و حسرت و این همه ناراضگی مردم و نفرین مردم که پشت سر یهود شد یزید شد از همین خودکامگی بود و امام رحمه الله با این قیام درس دادن درس آزادی را دادن چون امام حسین گفتن که شما آب هم بستند بر امام حسین و در کنار رودخانه عراق که پر از آب بود نگذاشتن که آب برم بردارم و آب تمام شد و تشنه شدن و بالاخره گفتن که اسیر بشه که پیش یزید او را ببریم و تا یزید در حق او فیصله بکنه گفت که ذلت نمیتونه تحمل بکنه ولی گو اگر رای من ویل بکنید من از این رای که آمدم پس برمیگردم به مدینه برمیگردم به مکه برمیگردم و من راضی نبود امام حسین برای جنگ و برای جنگ هم نیامده بود با خود لشکر آورده بود این همی افرادی که امام حسین همراهی کرده همراه بودن و اگر امام حسین لشکر می آورد می جنگید با اونا و بر اونا فیروز می شد ولی امام حسین فرمود که برای جنگ نیامده بر حسب دعوت مردم کوفه آمده الان که مردم کوفه بالاخره بر وعده خودشون نیستن اجازه بدید تا من برگردم گفتن نه اجازه برگشت نمیدیم یا مرگ و کشتن
یا اسارت. گفت پس از اسارت ترجیح میدم شهادت را که من اینجا کشته بشوم، خونم بریزه، ولی ذلتی را من نمیتوانم تحمل کنم که در دست ناکسان و نه اهلان من اسیر بشم و من زن و بچه من اسیر بشم برن. از این دیگه مرگ ترجیح میدم. هیهات من الذله که منقول به امام حسین منصوبه، معنایش همینه. گفت که من ذلت نمیتوانم تحمل بکنم، شهادت قبول میکنم، ولی اگر مسئله اسارت نباشه من پس برمیگردم. و اینا تحصیدن که اگر امام پس برگرده بالاخره آخر الامر مشکلات برایشون ایجاد میشه. روی این متاسفانه دست به ریختن خون فرزند حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دست به ریختن خون بهترین انسان ها زدن و بالاخره شیطان اونها را فریب داد و بعد همه اینها را الله به ذلت و رسوایی که ظلم انجام داده از بین بود. عاقبت کسانی که ظلم بکنن و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کسانی که ظلم بکنن الله تعالی میفرماند قریب میدانند که به کجا خواهند برگشت و با چه سرنوشته در تاریخ روبرو خواهند شد و مواجه خواهند شد. و سرنوشت یزید و یزیدیان بسیار بد شد و تاریخشان سیاه شد با این عملی که انجام دادن، عمل شنیع. ولهذا قیام امام حسین یک درس برای همه مسلمانان است و یک درس برای تمام انسانیت و انسانهای آزاده که آزاده فکر میکنند و میاندیشند به آزادی و آزاده هستند. برای اونها درس هست. و توصیه بنده اینه که این ایام عاشورا هست و برحال برادران شیعه ما مراسم دارن، تو ایران دارن و توی دنیا دارن جاهای دیگه، و توصیه بنده به همه آنه که این مراسم بالاخره مراسمی که مذهبیه و بالاخره باید این مراسم آزادی را داشته باشند به برادران ما که بتوانند بدون هیچ مشکلات و عزاداری خودشون را انجام بدن. هم در استان و کشور توصیه ما این آنه که به هر حال یک مسئله مذهبیه و توی مسائل مذهبی هیچ کسی بالاخره همه کمک کنم به این که با امنیت انجام بگیره و امن باشند عزیزان ما که مراسم انجام بده. و خارج از کشور هم توصیه ما به همه کشورهای اسلامی و به همه مسلمانان و غیر مسلمانان که به هر حال برادران ما بتوانم با امنیت و این مراسم مذهبیشون را که اعتقاد به آن دارن بالاخره انجام بدن. و باز در استان هم تاکید میکنم که هیچ کسی اشتباه نکنه که کسی بخواهد که ناامنی چیزی ایجاد کنه و بلکه مسائل مذهبی و هر قومی و هر ملت و هر فرقه از فرق اسلامی یا غیر اسلامیت باشد و توی مسائل دینی و مذهبی اینها هر کسی و همون طوری که دلش میخواد انجام بده. کل یعمل ولا شاکلته، هر کسی بر همون شاکله خود به همون صورتی که فکر میکنه به همون صورتی که اعتقاد داره و انجام بده. این قوانین بین المللی همینه و قوانین بشری که انسان ها در مسائل مذهبی و اعتقادی برابر با اعتقاد خودشون
که انجام میدن هیچ کسی آزادی اونها را سلب نکنه، اختلال در آزادی اونها نیندازه و عاقلانه همینه و همین در دنیا متداوله. و درود ختم فرماد. و یک مسئله دیگری که خدمت شما عرض بکنیم، همون شرایط امروز کشور ما هست و شرایط خاورمیانه و امروز به هر حال مدتی است که خاورمیانه در ناآرامی و در جنگ ها و در مسائل در به هر حال میسوزه و مخصوصا غزه و فلسطین تلخترین تاریخ را تجربه کرده است و هر روز کشته و شهید می دهند و نیاز داره کل منطقه به صلح و به امنیت و به آرامش. همه این ملت هایی که اینجا زندگی می کنند و مردمی که زندگی می کنند در خاورمیانه و نیازند که اینها با صلح و آرامش زندگی بکنند و این از مهمترین نیازهای این منطقه است و لازمش آنه که همه دستاندرکاران و همه کشورهای منطقه و جهانی که در این مسائل به نحو دست داره اینه که مسائل با گفتگو و که رعایت حقوق ملت ها، همه ملت هایی که اینجا کنار هم زندگی میکنن حقوقشون رعایت بشه و با رعایت حقوق و احترام گفتگو انجام بگیره و با دوراندیشی و سعی صدر مسائل خاورمیانه به سوی حل و فصل بره و مشکلات حل بشه و خصوصا مسئله فلسطین و مسئله غزه مهمه که در همه میان حل بشه و مردم فلسطین، مردم غزه به حقوق حقایشون برسن و بالاخره اونها از بالاخره صلح عادلانه و حل و فصل عادلانه هم بهره‌مند باشن و این اختلاف دیرینه که منتشر شد و کل منطقه را ناامن کرد، لحاظا این حل و فصل بشه که ریشه این اختلافات در غزه و در فلسطین و در میان اسرائیل اونهاست. بعد این مسئله هم عادلانه حل و فصل بشه و ما توصیه میکنیم و تاکید به آنه که همه دیدن که جنگی که رخ داد 12 روزه مخصوصا چه ضایعاتی برای همه طرفات داشت و اونایی که فرق میکردن که برای اونها چیزی نداره و دیدن که به هر حال چه اندازه برای اونها ضرر داشته و لحاظا این همه باید به گفتگوی عادلانه و منصفانه رو بیاورند و خاورمیانه یک شرایط جدید پیدا بکنه و همه ابرها و همه مشکلات حل بشه و حقوق همه باید در نظر گرفته بشه. هیچ کسی بر دیگری زور نگوید، بر ما زور گفته نشه، بر ملت ما، بر کشور ما و بر دیگران فلسطین و بالاخره همه باید به حقوق مردم باید و ملت ها را باید رعایت کنند. برای داخل کشور به هر حال ما نظر من آن هست که در هر شرایط نیاز به یک سازوکاری هست و امروز کشور ما
نیاز به یک سازوکار جدید داره، همانطور که کل خاورمیانه و منطقه نیاز به یک سازوکار جدید داره و سیاست جدید داره و امروز کشور ما هم نیاز به یک سازوکار جدید داره. واقعا در این جنگ 12 روزه به هر حال مردم ایران نشان دادند که بسیار دور اندیشن و بسیار فکر میکردن که اگر حمله بر ایران صورت بگیره مردم حمایت میکنه از او حمله، ولی مردم ایران گفتن نه، ما از هیچ کشور خارجی که بر کشور ما حمله بکنه هیچی که حمایت نمیکنه، محکوم کردن مردم. و مردم ایران راضی نیستن که کشور دیگه، هرچه در میان مردم ایران اختلافات وجود داشت و ناراضگی در میان ملت وجود داشت، ولی ملت راضی نشده هیچ کسی که کشور به دیگری و بیگانه بیاد اینجا تجاوز بکنه و لحاظا او اختلاف کنار گذاشتن و به هر حال ملامت کردن و محکوم کردن. زندانیان سیاسی که توی زندانن هم اونها به گونه به هر حال ملامت کردن که به کشور ما نباید حمله صورت بگیره. و مسئله که اینجا هست در میان ایرانیان او یک مسئله داخلیه و خود مردم ایران مسئله خودشون را باید بشینند و حل و فصل کنند. در این سازوکار جدید پیشنهاد بندانه که زندانی ها را عفو عمومی بدند، زندانی ها را و خصوصا زندانی های سیاسی را آزاد کنند و بر این بنده خیرخواهانه و دل سوزانه تاکید می کنم که این زندانیان سیاسی را که موضع‌گیری کردن بسیاری از اینها بالاخره شایسته شون نیست که توی زندان بمانند، اینا را آزاد کنند. زنان زندانی، مردان زندانی، علماء زندانی و نظراتشون را بگیرن و تاکید و توصیه دلسوزانه ما آن است که کسانی که حکم اعدام برای اونا صادر شده و متوقف بشه حکم اعدامشون بشکنه و کسی را به هر حال اعدام نکنن تو این شرایط. و این به نظر بنده که حرف پیشنهاد میدهم این بسیار حکیمانه هست و دیگر مسائل باید با یک سازوکار جدید که یک شرایط جدید جنگ پیش آورده و بسیاری چیزا در این جنگ تغییر پیدا کرده است و لحاظا اینها را با یک نگاه جدید باید نگاه کنند. سیستان و بلوچستان که بسیاری خیال میکردن که اگر جنگ صورت بگیره از این ناحیه بالاخره هم مشکلات ایجاد میشه و الحمدلله دیدن که توی منطقه هیچی که حتی اونایی که بعض حالا یا گرسنگی یا گرفتار خلاف بودن دزدی هم میکردن، دزدی در این منطقه هم ترک کردن و بنده اینجا نبودم این ایام، ولی روایت داخل همین عزیزان که دزدها دزدی را ویل کردن، گروگانگیری و ناامنی و اختلافات درونی را ویل کردن و به هر حال این نشان آنه که این مردم به هر حال کشورشون را میخواهند و آب و وطن را دوست دارند و نمیخواهند که کسی به این وطن دست دراز کنه و این جای فکر داره برای همه مسئولان، همه سیاستمداران
که ملت ایران همه بیشتر بشناسن و ما امیدواریم که الله تعالی خیر بیاره برای کشور و مهم میدانیم، حیاتی میدانیم که به هر حال تفکرات ما عوض بشه در رابطه با مردم ایران و همه فکر کنند و این مردم بیشتر بشناسند و برای نفع این مردم، برای خیر این مردم باید فکرهای جدی برداشته بشود. و در رابطه با جریان خاص و گونیج هم توصیه بنده یعنی که تو بنده هم خواستم از شورای تامین که به هر حال این مسئله را بی‌طرفانه رسیدگی بکنند و هر کسی که اینجا تخلف کرده بالاخره به مجازات قانونیش برسه. و به هر حال قول داده، مدیریت استان قول داده که ما این مسئله را بی‌طرفانه رسیدگی میکنیم و بالاخره متخلف هر کس باشه او را به همون بی‌طرفی باید به مجازاتش برسانم. و لحظه توصیه ما اینه که عزیزان گونیج ما این موضوع را پیگیری بکنند و موضوعشون پیگیری شده است و ما امیدواریم که رسیدگی بشه و مجروحان الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت بکنه و همه باید بدانند که شرایط حساسی است. هم مامورین بدانند، هم سازمان و ارگانا بدانند که در این شرایط نباید احساسی برخورد بشه و بلکه بسیار با خود دوراندیشی که اختلاف و مشکلات اگر به وجود بیاید به نفع نخواهد بود. در رابطه با مسئله عزیزان افغانی ما که مدتهای مدید اینجا زندگی کردند و کشور همسایه ماست، ملتی است که ما با او مشترکات زیادی داریم. علاوه از این که همه ما انسانیم، قرابت و خویشاوندی هست، این دوتا مرز به هم قرابت و خویشاوندی دارند و اخوت هم انسانی و اخوت اسلامی داریم و از یک دیگر جدا نیستیم و با هم نزدیکیم. و به هر حال برادران افغانی ما اگر خودشون داوطلبانه میخواهم بروند و اگر به هر حال لازم باشه که اینها را برگردانند، ضروری است واقعا یک طیفه را برگردانند به کشور، باید حرمتشون حفظ بشه و کرامتشون حفظ بشه و مخصوصا اینا اینجا بعضی هست که 45 ساله اینجا متولد شدن، متولد زاهدانن، تهرانن، اصفهانن و اینجا بزرگ شدن و کسب و کار کردن. مردم افغان کار میکنند و انسان زحمتکش هستند و سرمایه برای خودشون جمع کردن، ملک خریدن، مال خریدن و باید اینها فرصت داشته باشند که بتوانند ملکشون را بفروشند. مغازه دارن، بعضی مغازه هایشون را بفروشند و حق و حقوق دارن، دین دارن بر سر مردم. مردم از اونها دین میخوام، دین مردم ادا کنم، مردم دین اونها را بدن، دینشون را بگیرن و با حرمت کشور را بتوانند ترک کنند. و توصیه بنده هم به مدیریت استان اینه که با برادران ما بالاخره به عنوان خویشاوند، به عنوان شریک که مسلمانان و با ما مشترکات دارن رفتار بشود و رفتار تندی با این انجام نگیره. به همه مردم کشور هم مدیریت کل کشور توصیه ما اینه که با برادران افغانی ما با خوبی رفتار بشه و
من نمیگم که در برادران افغان گناهی نبوده، بالاخره گناه در ما بوده، ایرانی ها بوده، ولی این جریان که پیش آمده ممکنه بسیاری چیزا که از دست خود ایرانی ها انجام گرفته و یا جای افغانی فریب بخوره. هر کسی که گناه کرده از او دفاعی نداریم و توصیه ما اینه که با متخلفان به صورت عادلانه و منصفانه رفتار بشه. والله همه ملت، همه افغان ها گناهگار نیستن، همه ایرانی ها گناهگار نیستن و بالاخره اینها را با حرمت بپرستن. چون من اطلاع دارم که اینا که میره اون طرفای مختلف می از اینا مصاحبه میگیرن که با شما چگونه رفتار شده است و هم برای ملت ما هم برای کشور و حکومت همین مناسبه که اینها را بسیار با دوراندیشی و حرمت به وطنشون بفرستن. وقتی که اونهایی را که میخواهن از کشور برن یا خود اونها میروان بتوانن ملکشون را بفرستن. توصیه بنده به صاحبان اتوبوس و وسایط نقلیه آن است که از اینا کرایه بیشتر نگیرن، بلکه اینا را تخفیف بدن در کرایه و حمل و نقل و اینا را جابجا بکنن، سوء استفاده نکنن. این سوء استفاده که از اینا کرایه بیشتر بگیرن. و توصیه ما به همه شهروندان زاهدانی و ایرانیانه که اگر اینا جای ملک دارن میفروشن، بالاخره به قیمت حراجی خرید نکنن، بلکه سعی کنن که قیمت عادلانه به اینها بدن. وسایلشون ملک مغازه چیزی دارن و اگر جای اینها منزل را رهن کردن و پول دادن، بالاخره پولشون اگر ندارن قرض کنن پول اینا را بدن و حق حقوق اینا را بدن، چون به کشور خودشون وقتی برمیگردن نیاز دارن. و همه را توصیه میکنم که حقوق انسانی، نه حقوق انسانی دارن، حقوق اسلامی بر ما دارن، حق جوار و همسایگی را دارن و اینها مراعات بشه. والله تعالی به همه توفیق عنایت بکند. اینجا نبودیم ما، همین مسئله که در تنگه سرها رخ داد مرا هم رنج داد که یک دو تا ماشین را از ماشینای باری که گندم و آرد و از چابهار به سمت زاهدان می آوردن به کنار کشیده افراد و اینها را آتش دادن و گفتن که ماشین های غیر وستانی اینجا نیاید و این یک اشتباه بزرگه و ما ملامت میکنیم با شدت این نوع حرکات را و این به ضرر وستانه و این ضرر که میکنه که شما ماشین های که انتقال میدن از حالا همه چیز از دریای چابهار میآید این به این طرف داخل کشور، داخل استان و اگر این حمل و نقل به اختلال پیدا بکنه و غیر استانی اینجا متضرر به مشکل برای اون ایجاد بشود، این مشکلات مستقیما به مردم استان است. به مردم استان کسی ضرر نرسانه و حرفهایی را که مردم ناراض می شوند مردم استان نباید کسی چنین حرکات را اینجا انجام بده و او شرکتی را که قبلا آتش دادن به همین شهر در جاده ایرانشهر چابهار متاسفانه او همین چنان چیزی بود و ما امیدوارم که مردم استان ما بالاخره اگر از چنان افراد اطلاع دارند و مردم استان دست اینها را بگیرن و اینها را نگذارن به این کار، گرچه بسیاری مشکوکن که این کار و حرکات بسیار مرموزه و جاهای دیگه کسان دیگه انجام میدن برای بدنامی استان کار میکنن. ما امیدواریم که این نوع حرکات تکرار نشود
اللہ تعالی ہمیں مہارا توفیق عمل بده و ما امیدواریم که اتفاقات خوب در خاورمیانه رخ بده و به هر حال که به نفع همه باشه و همه از آن اتفاقات و آینده سود ببرند و اختلافاتی که به هر حال ریشه اختلافات بودند که مسئله فلسطینی و این مسئله انشاءالله هم حل و فصل بشه و ملت ها در صلح و در آرامش زندگی بکنند، دنیایشون بسازند و آنانی که اعتقاد به آخرت دارن آخرتشون بسازند و الله تعالی خیر بیاره. درخواست دعا شده برای عزیزانی که در این ایام درگذشتند و نبودیم و یا الان که هم عزیزانی درگذشتند توی همین هفته و هم عزیزانی که مریضند و بعضی از حجاج من علما هم یکی عزیزان سکته کرده بودی که از عزیزان مولوی خوب آل بیرجند آقای مولوی کاظمی و الله تعالی ایشونا شفای عاجل و کامل عنایت بکنه و تمام مریضان را و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.